اگر فکر میکنی که تغییرات بزرگ زندگی قرار است 5 سال دیگر اتفاق بیفتد اشتباه میکنی. تغییرات همین الان شروع شده اما بیشتر مردم هنوز نمیبینند. جهان به سمت یک سبک زندگی جدید حرکت میکند، سبکی که در آن هوش مصنوعی، زمان، تمرکز، سلامت ذهن و نظم شخصی از همیشه مهمتر میشود. اینجاست که نقش کوچ سبک زندگی هوشمند معنا پیدا میکند. کسی که بلد باشد انسان امروز را برای دنیای فردا آماده کند. نه با حرفهای انگیزشی بلکه با ابزارهای واقعی، تکنیکهای قابل اجرا و مسیرهایی که زندگی را ساده‌تر، سریعتر و کارآمدتر می‌کند. شاید الان بگویی تو که تازه 10 نفر مخاطب داری چرا از آینده حرف میزنی؟ جوابش ساده است، چون آینده را کسی میسازد که زودتر از بقیه بیدار شود. نه کسی که منتظر بماند تا بقیه باورش کنند. من این مسیر را شروع کردم چون مطمئنم 5 سال دیگر همه دنبال یک نفر میگردند که بلد باشد چطور با تکنولوژی درست زندگی کنند. و من از همین امروز دارم پایه‌هایش را میسازم. اگر تو هم حس میکنی دنیای جدید دارد خیلی سریع جلو میرود و نمیخواهی جا بمانی، اینجا بمان. چیزهایی که قرار است بهت بگویم نگاهت را به زندگی عوض میکند.